معلوم است که او در زندگی خیلی درد کشیده است، زیرا به برخی سوالهای ما خاموشانه، یعنی بدون صدا و با گریه گویا پاسخ میگفتند. بله 3 ساله بودم مادرم را از دست دادم. چهره مادر در یاد من نیست. یادم به هست که فقط در پشتی پدرم میگشتم. مادر گفته صدا میکردم. وقتی که یگان همسایه جنگ میکرد، یگان چیز میکرد، خیلی نگاه میکردم، گریه میکردم. به مادری یک درد مشکل است. یک دردی هست که تا وقتی هستی برای مادر میسوزی. من راستی مادرم رو ندیدم، یکی با گفتی کلانا میگن که مانند خودت بود. مادرم رو یاد میکنم، گاه در خوابم میدرد، زنکی قد بلند بود. وقتی که مردم مادر میگوید باور کنیم برای من قین است. باور کنیم برای من قین است. اوجه مکتب خوان بودم که ایدیم همسینفا میرفتم و یا اوچه میگفتن یگان چی جنگ میکردن. به مادر کلان شدن قین است. فقط بگیری کردی. فقط بگیری کردی. وقتی که زیق میشه و یگان کس مثال خفه میکنه یگان چی میشد، همین مادر ای پیش روم دور نمیرود. وقتی میخواهم که همون مادر باشد که من درد دلم رو گپ زنم یا یگان چی گپ زنم، اما افسوس میشه لحظه هایی که مادرم رو سخت یاد میکنم. افسوس که پیدا کردم نمیتونم مادرم رو. از مادر هست خیلی خونه به چیزای مادر هست. یکی هر گونه من او را میبینم برای من یک نبودنش رو قصه میکنم. چقدر عذاب بی مادری من کشیدم برایش قصه میکنم. برایش میگفتم که درد بی مادری درد سخت است، به قدر مادر برسید. برای که مادر غمخواری فرزند است. سری فرزند رو مادر گوش میکند، پناه میکند. پدر بیرون پشت در است. یکی مادر تربیتگری فرزند است. وقتی که من برادرم رو از دست دادم، مادری من در برای ما نبود. این یک درد یقین است برای ما. اگر مادر می بود لبای اوچه جان
میسازد بچه جان.